اون آدمی که در مقابل یک دنیا مخالف، یک صحرا گرگ گرسنه تنها مقاومت میکنه و تنش نمیلرزه، در مقابل یک چیزهای کوچکی اونچنان منقلب میشه. مثلا اون وقتی که اون غلام سیاه حبشی روی زمین افتاد، حضرت آمدن بالاتر این غلام. خب یک غلام سیاهی است، جز مخلصینه، جز علاقمندانه. شاید جون غلام ابیذر بوده که از لحاظ وضع اجتماعی، فرهنگ اجتماعی اون روز، اگرچه در بین مسلمان ها بالاخره یک مرحله خیلی بالایی نداره، یک مرتبه شریف و عالی نداره. این وقتی کشته میشه، خب خیلی ها کشته شده. اشراف کوفه، بزرگان و معارف کوفه مثل حبیب ابن مظاهر و زهیر ابن قین و دیگران که اینا جزو بزرگان و نامداران رجال کوفه بودن، در کنار امام حسین شهید شدن، افتادن. حضرت این حرکات رو نشون نداد. کتاب مسلم ابن اوسجه حضرت فرمودن که انشاءالله که از خدا اجر بگیر. اما در مقابل این غلام سیاه که کسی رو نداره، فرزندی نداره، خانواده‌ای در انتظار او نیست تا بر او گریه کنن، حسین ابن علی آمد همون حرکتی را که با علی اکبر انجام داد با این غلام انجام داد. بالای سر غلام نشست، این سر خونین غلام رو روی زانوی خودش گذاشت، اما دلش آرام نگرفت. یه وقت همه دیدن حضرت خم شد، صورتش رو روی صورت این سیاه غلام گذاشت.